میدانید که چرا امروزه ازدواج به تأخیر انداخته می شود و به سبب آن دخترها و پسرها به تباهی کشیده می شوند؟ یکی از علتهای مهم این مصیبت این است که ازدواج امروز با خرجهای سرسام آور همراه است و نمیتواند یک جوان چنین خرج سنگینی را تحمل بکند، در حالی که اصلا در شریعت چنین چیزی نیست. مهریه های عجیب و غریب، تاریخ تولد دختر را سکه تعیین میکنن برای اینکه مهریه بگیرن. فکر میکنن که این پشتوانه‌ای برای زندگی دختر اونها هست، در حالی که این اشتباهه. 50% ازدواجهای داخل ایران الان منجر به طلاق میشه، 50%، یعنی نصف، در حالی که مهریه ها همش بلند، همش زیاد، همش سنگین. 1370 1360 سکه بهار آزادی برای مهریه. کدوم زندگی تضمین شده؟ زندگی به اعتماد، زندگی به ایمان، زندگی به اخلاق تضمین می شود، نه به مهریه سنگین. اسلام تشویق کرده که مهریه را سبک ببندیم. اسراف در اسلام بدترین کار هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اونهایی که ریخت و پاش میکنن اونها برادران ابلیس هستند. هیچ کاری در قرآن اینقدر به اون شدت نشده در برخورد با آن، هیچ کاری. اونهایی که مال را تباه میکنن، اونهایی که ثروت جامعه را بیخود صرف میکنند و تباه میکنن، اونها برادران ابلیسن، چرا که رگ و عصب جامعه رو دارن فلج میکنن، اینها نابود میکنن، کمر جامعه رو دارن میشکنن با این کارشون. همین چند روزی پیش بود که خود حکومت هم از این مشکل به سطوح آمده و برنامه‌ای ریخته بود، توی اخبار بود، یه چیزی بالاخره برنامه ریزی شده بود و بحثی مطرح کرده بودن که خرجهای زیاد نکنید. بعد رفته بود در خونه یکی از همین حاجیان، حدود 200 پارچه فقط زده بودن در خونه این آقا. 200 پارچه نوشته بودن، هر پارچه خدا میدونه. برآورد کرده بودن که اگر اینطور باشد که نه، اقل اون را حساب کرده بودن حدود 2 تا 3 میلیارد تومان فقط اسراف می شود برای اینکه همین کارهای بیهوده انجام بشود. زمانی که ما آمدیم و خرافات ها را پذیرفتیم و بدعت ها را صحه گذاشتیم، این همون عواید همین مطلب است. اونجایی که به نفع ماست اگر مبارزه نکردیم این مسئله رواج پیدا می کند. درست است که بسیاری از این خرافات ها و این بدعت ها نونی به جیب ملاها و آخوندها می آورد، ولیکن این تباهی است و این بیچارگی است که من شما باید با اون مبارزه بکنیم. اسلام در جامعه جهانی خدشه‌دار شده به خاطر همین مسائل و اگر نه قرآن بهترین برنامه زندگی را ارائه کرده. زمانی که ارزش در این کارها باشد، زمانی که فضیلت در این چیزها باشد، خب معلوم است که عاقبتش چیه. طرف حج نمی کند به خاطر اینکه خرج این چیزها رو نداره، به خاطر اینکه نمیتونه 1 ماه تمام هر کسی که به خانه او آمد سفره رنگارنگ جلو او بندازد. کدامین دستور اسلام چنین چیزی رو فرمان داده به ما؟ مراقب باشید برادران. ما اسلامی را پذیرفتیم که سراسر زندگی را شاخه زده، سراسر زندگی را شامل هست. اینطور نیست که فقط گوشه ای از زندگی ما که در مسجد باشد در اونجا باید اسلام رعایت بشود، باقی هر کاری که خودمون میخواهیم بکنیم. نه، الله سبحانه و تعالی در حجة الوداع، در صحرای عرفات، در روز جمعه آیه نازل فرمود که اون آیه چنین فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دینتون را بر شما تکمیل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و راضی شدم که دین شما اسلام باشد. حالا اگر من شما چیزی اضافه بکنیم چه معنایی دارد؟ ما با این کارمون داریم به خدا میگیم که دین تو تکمیل نبوده، ما داریم تکمیلش میکنیم. به رسول الله داریم میگیم که تو کار را تمام نکردی، ما داریم تمامش میکنیم و این خیلی خطرناکه. مراقب باشید برادران و خواهران. ما باید لحظه لحظه زندگی را بر فرمان خدا
و طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کنیم، نه اون جایی که دلمون خواست کم کنیم یا دلمون خواست زیاد کنیم. اگر چنین کنیم تفاوتی بین مسیحیان و یهودیان و مسلمین باقی نمیماند. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید، از هواها پرهیز کنیم، از خواسته های دل بکنیم و گردن بنهیم به فرمان الله که این مسلمانی است. این همون چیزی است که الله سبحانه و تعالی از من و شما خواسته.